بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر لحظه زندگیتان زیباتر از لحظات گذشته آن در عبادت الله متعال سپری گردد. الله را بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این منت رو بر ما گذاشت تا در برنامه دیگر از برنامه امامان وهابی شیعه میهمان فضای گرم و صمیمی خانواده های شما خوبان و سروران باشیم و هر جایی که به سر میبرید. باز هم خرسندیم از اینکه در این برنامه هم حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان رو در کنار خود داریم تا بار دیگر از بیانات ارزشمند ایشون استفاده بکنیم در موضوع جدیدی که برای ما و شما بینندگان عزیز در نظر گرفتن. در آغاز از طرف خودم و به نمایندگی از شما عزیزان حضور حضرت مولانا عرض سلام و ادب دارم و خوش آمد میگم حضورشون رو در برنامه امروز. حضرت مولانا خوش آمدید. سلام علیکم. خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و عرضمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما انشاءالله خواهم بود با ادامه بررسی ابواب کتاب التوحید. خدمت از ماست حضرت مولانا. ما در بیش از 1 سال و 5 ماه گذشته که از آغاز برنامه امامان وهابی شیعه می‌گذرد 1 سال و 5 ماه هست که منتظر هستیم تا پاسخ نامه ای رو که در اولین قسمت این برنامه ارسال کردیم برای 3 تن از شخصیت‌های مطرح و معاصر شیعه. 2 نفر از آیات اعظام و مراجع تقلید حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی و حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی و همچنین جناب آیت الله نجم الدین طبسی. 3 تن از شخصیت‌ها و مراجع مطرح معاصر شیعه که در موضوع به اصطلاح خودشان وهابیت قلم پرسایی کردند و کتاب‌ها نوشتند و میشه گفت که در مجال نقد به اصطلاح خودشان وهابیت پیشگام هستند. از این 3 نفر ما خواستیم تا برای ما ثابت کنند در یک بحث علمی آنچه را که ادعا می‌کنند. محتوای نامه را بارها و بارها خدمت شما عزیزان قرائت کردیم. خلاصه آن این بود که ما برای آنکه شبهه‌ای باقی نماند در ذهن تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی وصال حق و همچنین همه عزیزان و سرورانی که پای منبر آقایان و مراجع عظام می نشینند و می شنوند صحبت اونها رو در موضوع وهابیت خواستیم تا آقایان ثابت بکنند که کجای عقیده شیخ محمد ابن عبدالوهاب که آقایان او رو رأس وهابیت می نامند و مؤسس وهابیت، کجای این عقیده مغایرت داره با عقیده امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام. و به خاطر اینکه موضوع آسانتر باشه ما مهمترین کتاب تألیف شده شیخ محمد ابن عبدالوهاب رو که کتاب التوحید نام داره بیان کردیم و به عنوان نمونه و مثال خواستیم تا 3 باب
از این کتاب 3 عنوان باب رو برای ما انتخاب بکنن و مخالف او رو، مخالف محتوای این ابواب رو از گفتار صحیح، صریح و بی معارض امامان بزرگوار اهل بیت علیهم السلام از خود مراجع شیعه برای ما اثبات بکنن که این باب با این قول امام مغایرت داره و مخالفت داره تا ثابت بشه که واقعا آیا عقیده‌ای که به نام وهابیت این آقایان معرفی میکنن و میترسانند پیروانشون رو از این دشمن عظیم و از همچین غولی، کجای این عقیده مغایرت داره با عقیده امامان بزرگوار اهل بیت از مراجع خودشیه. قبل از اینکه ما بخوایم این عقیده رو بررسی بکنیم و تفاوتش رو ببینیم با عقیده امامان بزرگوار اهل سنت و در اصل که همه این بزرگواران امامان بزرگوار اهل بیت، امامان بزرگوار اهل سنت هستند، اما آنچه که خود این آقایون ادعا میکنن که امامان اهل بیت مال ما هستند و ما کلام اونها رو داریم و اطرات اهل بیت پیش ماست، از همون مراجعی که خودشون نسبت دادن به امامان بزرگوار اهل بیت، از همونها ثابت بکنن که کجای اعتقاد امامان بزرگوار اهل بیت مغایر است با آنچه که به نام وهابیت مطرح میکنن در مجال علمی، با شعار دادن و سر و صدا کردن که مشکل حل نمیشه. ما 1 سال و 5 ماه هست که منتظر پاسخ نامه خود از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به صورت خصوص هستیم، چون ایشون رسانه در اختیار داره و ایشون به هر حال مطرح ترین مرجع شیعه داخل ایران هست که از طرف نظام حاکم بر ایران هم حمایت ها و به هر حال حمایت هایی میشه که هیچ کسی از مراجع دیگر از این حمایت ها برخورد نیستن، در رسانه، در مجال های اقتصادی و آنچه که شما عزیزان بهتر میدانید. اما به جای اینکه ما در این 1 سال و 5 ماه گذشته پاسخی دریافت بکنیم، تنها شاهد برخی از اخراج ها در شبکه خود این آقای به هر حال محقق و مرجع بودیم، آقای آیت الله العظمی مکارم شیرازی. تنها کاری که انجام دادن ظاهرا فقط آقای قزوینی و شاگردانشون رو از کانال ولایت اخراج کردن و پاسخ نامه ما همچنان باقی مانده است. ما همچنان منتظر پاسخ نامه خود از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی هستیم و اخراج چند کارمند و چند طلبه و شاگرد ایشون مشکل رو حل نخواهد کرد و این صورت مسئله رو پاک کردن پاسخ سوال ما نیست. ما همچنان از خود شخص حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ما انتظار داریم تا پاسخ نامه ما رو که 1 سال و 5 ماه گذشته بنویسن و بفرستن، یا حداقل به نیروهای جدیدی که در شبکه ولایت آوردن و مدیریت شبکه از اونها بخوان، اگر احساس میکنن مدیریت قبلی این توانایی و عرضه رو نداشت که به نامه ما پاسخ بده و کادر همراهش، حداقل از پرسنل جدید بخوان تا کمک بکنن به حضرت آیت الله العظمی در پاسخ به نامه ما، هرچند که هرگز این گروه هم و این کادر جدید هم نخواهند توانست تا پاسخ ما رو بدن، چون پاسخ دروغ جز اعتراف به دروغ چیز دیگری نیست. و باز هم میخواهیم حداقلش اینه که انتظار داریم بعد از گذشت 1 سال و نیم حدوداً از ارسال نامه ما، وقتی که نامه پاسخی ندارد، اعتراف حداقل میشه گفت که بهترین پاسخ است، اعتراف به دروغ، اعتراف به خیانت و اینکه واقعا آنچه که گفته میشده دروغ است و حقیقت نداشته است، که این شهامت رو حالا ببینیم که آیا واقعا آیات عظام شیعه دارند که حداقل قبل از خارج شدن از این دنیا برای آنچه که انجام داده اند قدمی بردارن و اصلاحی انجام بدن در راه آنچه که اتفاق افتاده است یا نه، که زمان این رو برای ما مشخص خواهد کرد و قضاوت خواهد کرد، گرچه میشه پیش بینی هم کرد که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد و به هر حال آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. ما همچنان منتظر پاسخ نامه خود خواهیم ماند و تا وقتی که این تلویزیون و این برنامه ادامه داشته باشد، در هر برنامه و در هر هفته باز هم خطاب خواهیم کرد حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی. ما منتظر پاسخ نامه خود هستیم. حضرت مولانا در خدمت شما هستیم با بابی جدید. البته در هفته‌های گذشته تغییر تحولاتی هم در ظاهراً بین شاگردان حضرت آیت الله مکارم شیرازی اتفاق افتاده بود. ما نامه‌ای رو که فرستاده بودیم 2 سال 1 سال و نیم گذشته و
آقای قزوینی خیلی ابتدا داغ بود برای پاسخ دادن به این نامه ما و شاگردانشون، اونها ظاهراً در این امتحانی که برایشون استادشون گذاشته بود رفوزه شدن و اخراج شدن. حالا آیا شما از کادر جدید انتظاری دارید برای پاسخ به نامه؟ الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همان گونه که شما هم اشاره فرمودید در صحبت‌های خودتون، آنچه ما خواسته بودیم از مراجع شیعه و بزرگانی که در مورد نقد وهابیت قلم فرسایی کرده بودند، بیاناتی رو دارند، کنگره‌هایی رو برگزار کرده بودند و تلاش‌های بیوقفه‌ای رو داشتند و دارند، سخن‌هایی گاه به حق و اکثرا ناحق به خورد مردم داده بودند. ما در یک نامه بسیار محترمانه فقط در اون موردی که خودشون ادعای تخصص میکنند و پیشتاز هستند در این زمینه خواستیم که در قالب چند خط یک مطلبی رو برای ما واضح و آشکار بکنند. در مورد افرادی که از شبکه ولایت شما فرمودید که اخراج شدن، این یک واکنش بسیار طبیعی هست از جناب آقای آیت الله ناصر مکارم شیرازی، با توجه به شناختی که خود ایشون از معارف و مطالبی که در کتاب‌های شیعه اومده و در طول تاریخ این سیری رو که عقاید و باورهای شیعه در واقع طی کرده و پشت سر گذاشته، لازمش این بود که باید این تاریخ همچنان ناگفته بماند و در حالی از ابهام یا کتمان باید باقی میماند. مکتب تشیع چیز جدیدی برای مردم به عنوان آیین اسلام، به عنوان باورهای اسلامی، به عنوان مباحث عقلانی که با عقل و فطرت انسان سازگار باشد در قالب اسلام، چنین تعالیمی رو ندارد. اگر قرار بر این باشد که اهل تشیع، علمای تشیع، هر آنچه را که در کتابهای خودشون هست این را به روی آنتن بیارند و برای مردم بیان بکنند، نتیجه غیر از این که مردم از تشیع زده بشوند و خودشون رسوا بشوند، این نتیجه دیگری نخواهد داشت. همان گونه که از ائمه خود شیعه هم نقل شده که این امر ما یک راز هست، هر کسی که این راز را برملا بکند رسوا خواهد شد و عملا این گونه شد. ما واقعا الله متعال را شاکر و سپاسگزار هستیم که این موقعیت و فرصت رو به وجود آورد که افرادی بیاند به بهانه بحث علمی و مطرح کردن مسائل به گونه علمی بیایند عقاید اهل سنت و الجماعت را به چالش بکشند یا افترا ببندند، شبهه فراکنی بکنند که طبیعتاً واکنش طبیعیش این بود که اهل سنت و الجماعت امروزه که این رسانه ها و موقعیت رو در اختیار دارند پاسخگو باشند، که الحمدلله هیچ مطلبی و هیچ شبهه‌ای بی پاسخ نمانده. پاسخگو بودند اهل سنت و شبکه‌های اهل سنت و علمای اهل سنت در داخل کشور. و یک مطلب دیگر این که خود این بیاناتی که شد، این شبهات دوباره برگشت، گذشته از این که شبهاتی رو که مطرح کرده بودند علیه اهل سنت و الجماعت پاسخ گفته شد، خود این شبهات دوباره در میدان خودشون دوباره بازگشت که متاسفانه هیچ گونه جوابی رو نداشتن و هرچند هم که بیشتر میخواستند که سعی بکنند که جواب بدن، متاسفانه مسئله بدتر میشد، بغرنج‌تر میشد و این مسئله سبب شد که ناآگاهان اهل سنت و الجماعت آگاه بشوند. انسان‌هایی که حسن ظن داشتند به مذهب شیعه، به مبانی شیعه و حتی بسیاری از علما مانند برخی از ازهری‌ها مثلا تا آن مرحله پیش رفته بودند که تشیع رو جز مذاهب اسلامی می‌خواستند قبول بکنند. الحمدلله اهل سنت و الجماعت کاملا آگاه شدند، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، و اینا می‌خواستند با این شبکه در واقع معارف اهل بیت رو گسترش بدن، به این معنی که شیعه رو در واقع سنی رو بیارن شیعه بکنن که الحمدلله ما دیدیم که در طول سالیان تلاش شبانه روزی این شبکه و بقیه مواقعی که اینا و سایت هایی که در اختیار داشتن متاسفانه تأثیر یا خوشبختانه هیچ گونه تأثیری بر اهل سنت و الجماعت نداشته و تعدادی از اهل سنت و الجماعت که به تشیع
تشیع گرویدند به اندازه انگشتان یک دست بیشتر نیستند در داخل ایران و اسبابش هم کاملا مشخص است که چرا فلانی در واقع اعلام کرده که من شیعه هستم. اما در طرف مقابلش هزاران و میلیونان نفر حداقل در داخل ایران حقیقت را شناختند و به جای اینکه اهل سنت بروند شیعه بشوند، شیعه ها اومدند و سنی شدند و این یک خسارت جبران ناپذیری بود برای جناب آقای ناصر مکارم شیرازی و انگیزه ای که به اصطلاح برای این اهل سنت ایجاد شد برای شناخت بیشتر تشیع و اطمینان بیشتر به اهل تسنن و همچنین ریزشی که در میان شیعه و حتی در میان روحانیون شیعه پدید اومد، این یک جرقه‌ای بود که این رو در واقع میتونیم بگیم که شبکه ولایت با برنامه‌های کار شناسی نشدهشون و حرفهای بی‌دلیلشون و دروغ‌هایی که پشت سر میگفتن این زمینه رو فراهم کردن. از اینجاست که این یک امر بسیار طبیعی بود که جناب آقای آیت الله مکارم شیرازی اگر بخواهد که به قول شما این صورت مسئله رو پاک بکند یا اینکه این وضعیت از این بدتر بشود، هیچ گونه چاره‌ای نداشت جز این که این افراد رو به صورت کلی از شبکه باید حذف می‌کرد. زیرا هرچند که این افراد بیشتر می‌ماندند، متاسفانه یا خوشبختانه خودشی بیشتر آگاه می‌شدند. حقایقی رو که آقایون کتمان کرده بودند مانند بحث وهابیت روز به روز داشت برای مردم واضح‌تر و آشکار می‌شد که حتی شیعه ها هم اومدند اعتراف کردند که ما در واقع در میان وهابیت و در میان اهل سنت و حتی در میان وهابیت و خود شیعه اصلی پیروان واقعی ائمه بزرگوار اهل بیت هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. پس بنابراین این واکنش ایشان رو من یک امر کاملا طبیعی بلکه یک راه فراری بود برای این که در واقع جلوی این حرکت رو و این بیداری رو بگیرند که الحمدلله این حرکت الان منحصر به شبکه‌های اهل سنت و جماعت و رسانه ها در واقع نیست، بلکه در داخل مجتمع و در داخل جامعه ایران الحمدلله به صورت گسترده در حال انتشار هست، دهان به دهان در واقع میگردد با توجه به وسایل ارتباط جمعی که امروزان فراوان هست. الحمدلله امیدوار هستیم که تمام اهل سنت و جماعت و همچنین در مقابلشون تمام شیعیان انشاءالله با واقعیت ها و حقایق روز به روز بیشتر آشنا بشوند تا اینکه این یک قدم بسیار بزرگی باشد در راستای وحدتی که مسلمانان باید در مقابل دشمنان داشته باشند، وحدت فکری، وحدت عقیدتی و وحدت به اصطلاح در موضع و در عقیده انشاءالله تمام این موارد انشاءالله متحقق بشه و اون روز هم انشاءالله دور نیست. انشاءالله. این تصمیمی هم که گرفته شده البته حضرت مولانا واکنش‌ها به هر حال بازتاب وسیعی هم داشته در رسانه‌ها و همچنین در صفحات اجتماعی و می‌بینیم که خیلی از حتی کسانی که قبلا دوست طرفداران آقای مکارم شیرازی بودن و شاید از مقلدینش هم بودن نقدهای بسیار تندی کردن برایشون و خیلی اعتراضهای شدید و لحنی کردن و بسیار ناراحت شدن و از طرف مقابل از این بیشتر ناراحتن که مخالفان به قول خودشون وهابیان خوشحالند و احتمالاً پس اینجا حجم بار خیلی سنگین بوده، یعنی به حدی سنگین بوده که با وجود این که آقای مکارم میدونه که بازتاب بدی خواهد داشت بین پیروانش و طرفداران کانالش و با این وجود که شاید مخالفانش به قول خودشون وهابیان خوشحال میشن، با این حساب باز هم همچین حرکتی رو انجام میده. این در واقع عمق فاجعه رو میرساند که جناب آقای مکارم شیرازی یعنی راضی شدند، اینو پذیرفتند که تعدادی از مقلدان خودش رو آزرده بکنند، کسانی که حداقل عادت کرده بودند با این گونه مباحث یا بنابر باور خودشون فکر می‌کردند که آقای قزوینی و شاگردانش مدافع حریم شیعه و اهل بیت هستند و قطعا وقتی که اینا اخراج بشوند و همون تعداد اندکی از طرفدارانی هم که دارند قطعا آزرده خواهند شد و ناراحت میشوند و این خودش در واقع یک دلیل دیگری می شود برای این که بار دیگر این افراد بیایند و تفکر بکنند در اصل این عقیده، در اصل این مذهب، در اصل این طرح‌ها و مسائلی که در واقع مطرح می شد. و از یک طرف هم خود آیت الله مکارم از طرف مقامات
سیاسی تحت فشار بودند در این مورد که شبکه ولایت به جای این که بیاید یک خدمتی بکند به جمهوری اسلامی و در راستای نشر تشیع، بلکه برعکس مشکلات داخلی رو برای خود در جوامع شیعه و در محیط‌های شیعه به خاطر اینکه بسیار از شیعه ها به اهل سنت و الجماعت روی آورده بودند و از نظر اقتصادی هم مبالغ هنگفتی رو که از طرف ارگان‌های دولتی در واقع حمایت می‌شد از این شبکه، اون افراد در واقع ناراض بودند. تمامی اینها رو که کنار هم بگذاریم، باز هم جناب آقای آیت الله مکارم شیرازی تشخیص دادند که تمام این به اصطلاح رسوایی‌ها رو به جان بخرند، این سختی‌ها رو تحمل بکنند، افرادش ریزش بکنند، بدنام بشوند، شبکهش در حدود در حد گسترده‌ای چه بسا که بیننده خودش رو از دست بده، چه بسا که بینندگان در واقع با این حرکت خودشون به حقیقت پی برده باشند. اما تمام این سختی ها رو تحمل کردند به خاطر اینکه وجود این افراد در واقع در دراز مدت یک ضربه بسیار بزرگتر و خطر بسیار بزرگتری برای مرجعیت خود این آقا و همچنین برای ایده و باورهای تشیع و همچنین برای خود نظامی هست که با مذهب تشیع در واقع گره خورده. این اعتراف به شکست حساب نمیشه؟ قطعاً اول اومدند یک افرادی رو آوردند که به عنوان این که متخصصترین افراد در نقد وهابیت هستند، در شناخت اهل سنت و الجماعت هستند، از آقای قزوینی به قول خودش بله فرد قوی تری رو در واقع نداشتن در این زمینه، بیاند کلا خود ایشون رو با تمام گروهی که ایشون داشتند و این رو به اصطلاح کنار بزنند، اصلا روی کرد شبکه کاملا عوض بشه، یک شبکه به اصطلاح خانوادگی و در حد مسائل اجتماعی باشه. این واقعا یه اعتراف به شکست هست و انسان‌های عاقل و دانا قطعاً مفهوم این عقب نشینی رو به درستی درک خواهند کرد. قضاوت با بینندگان عزیز، اجازه می‌فرمایید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه می‌بینیم، باز می‌گردیم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود با بررسی بابی جدید از کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب و ببینیم که در این باب جدید چه مطالبی رو شیخ محمد بن عبدالوهاب بیان کرده و کجا این مطالب مخالفتی داره با کلام بزرگواران اهل بیت علیهم السلام و دیگر عزیزانی که تمامی مسلمانان دنیا به آنها احترام دارند و باز هم به مانند ابواب دیگر مشخص خواهد شد که حقیقت آنچه که این آقایان ادعا میکنند وهابیت چیست. باز میگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با بررسی یک باب جدید. همراه ما باشید. چرا مراجع شیعه پاسخ نمیدهند؟ مراجع و نویسندگان شیعه امثال مکارم شیرازی و سبحانی و طبسی و غیرهم در این سالیان دراز که اهل سنت منبری در اختیار نداشته اند، صدها خرمن کاغذ سفید را رو سیاه کرده و یک طرفه به نام نقد وهابیت هرچه خواسته اند گفته و نوشتند و مردم را از عقیده شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بیم داده اند. واقعیت آن است که کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله عقیده مشترک و مسلم تمامی مسلمانان و در رأس همه عقیده امامان شیعه است. ما برای آن که حق و حقیقت برای همگان آشکار گردد، از مراجع شیعه تقاضایی به شرح زیر مطرح نموده ایم. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی جعفر سبحانی دامت افاضاتهم. خدمت آیت الله حاج شیخ نجم الدین طبسی دام ظله. خدمت مرجع عالی قدر جهان تشیع آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت افاضاتهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توجه به تألیفات و تلاش‌های گسترده جناب عالی در نقد وهابیت و شناخت عمیقی که از منابع و باورهای امامان شیعه دارید، از شما درخواست داریم که برای تبیین حقایق و روشن شدن افکار عمومی شیعه و سنی حداقل 3 عنوان از ابواب کتاب التوحید، مهمترین تألیف عقیدتی شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله را
که به نظر جناب عالی تضاد بیشتر و آشکارتری با عقاید امامان 12 گانه شیعه دارد انتخاب نموده و خلاف آن را از گفتار صریح و صحیح و بی‌معارض امامان شیعه اثبات نمایید. و برای آنکه جای هیچ توجیه، ابهام و تردیدی باقی نماند، مؤکداً استدعا داریم که به نکات زیر عنایت فرمایید. حداقل 3 باب را انتخاب نمایید. ابوابی را برگزینید که با عقاید ائمه شیعه تضاد بیشتر و آشکارتری داشته باشد. صرفاً از روایات و گفتار امامان شیعه استدلال نمایید. روایات مورد استدلال صریح، صحیح و بی‌معارض باشد. و چنانچه کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب را با عقیده امامان شیعه در تضاد نمی بینید، احتراما نظر خویش را در این مورد اعلام بفرمایید. پیشاپیش از پاسخگویی جناب عالی سپاس گزاریم. برنامه تلویزیونی امامان وهابی شیعه. پاسخهای ممکن: الف، کتاب التوحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله با عقیده امامان اهل بیت تفاوت دارد که در این صورت با ذکر دلیل بیان نمایید. با امامان شیعه در مورد مباحث اعتقادی اظهار نظر نکرده و عقاید اسلامی را به شیعیان خود نیاموخته‌اند. جیم، در مورد مباحث اعتقادی مذکور از امامان شیعه روایاتی صحیح در دست نیست و روایات شیعه متعارض و غیر قابل اعتماد است. دال، عقیده شیخ محمد بن عبدالوهاب هیچ تفاوتی با عقیده امامان شیعه ندارد و شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله پیرو واقعی امامان اهل بیت است. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، متن نامه‌ای رو که فرستاده بودیم خدمت آیات مراجع شنیدید و این نامه از ثمرات و از صدقات جاریه آیت الله قزوینی است که ایشون خودش رفت و همچنان نامه‌ای که سبب شد نوشته شود باقی است و سوال ما همچنان باقی است و این هم از دستاورد آقای قزوینی است. این نامه آقای قزوینی به نحوی سبب شد که شاید اصلا این برنامه امامان وهابی شیعه و این نامه ها شروع بشه و این گونه به هر حال دامنگیرش بشه و خودش که رفت هنوز هم این نامه دامنگیر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مشرف تفسیر نمونه است، تفسیری که به نام ایشان است، مال خودشون نیست البته، و تفسیری است که 20 نفر نوشتند و به نام آقای مکارم زدند و به نام تفسیر آقای مکارم معروفش کردند و مشخص هم است که چرا این کار رو کردن، چون میخواستن به هر حال شخصیتی رو مطرح بکنن برای جامعه که مردم حرفش رو بشنون و بعد یک کاری می‌داشت، یک کار علمی، و 20 نفر رو که آقای قرائتی، محسن قرائتی که همه میشناسن در ایران به هر حال مشهور هست، ایشون یکی از این 20 نفر هست. یعنی 20 نفر یک کتابی نوشتن به اسم آقای مکارم شیرازی به اسم تفسیر نمونه و خیلی از کتاب‌های دیگرشون هم شاید این گونه است و این رو که خودشون در ابتدای جلد طرح روی جلد و صفحه اول حداقل شناسنامه کتاب تفسیر نمونه اگر شما باز بکنید می‌بینید این ادعا نیست، بلکه اعتراف خود ناشر کتاب هست که این اسم اون افراد رو هم آوردن و نوشتن چه کسانی هستن
و ما کتاب‌های دیگر رو نمیدونیم که آقای مکارم خودشون نوشتن یا براشون نوشتند دیگران به نام ایشون، اما به هر حال در این نامه‌ای که ما فرستادیم تا حالا کسی نتونست، نه از اون 20 نفر نه از اون 200 نفری که آقای قزوینی میگفت در تلویزیون ولایت هستن، از بین دکترا و فوق لیسانس حداقلشون هستن، از اون کارشناسان کسی نتونست حالا پاسخ بده و هرگز نخواهند توانست پاسخ بدن. اجازه بدید دیگه از این مقدمات بله ازتون نمیدونم صدقات جاریه شما گفتید این نامه رو، تنها این نامه نیست، صدها برنامه و صدها کلیپی که بی پاسخ مونده، تمام اینها رو میتونیم بگیم که جزء حسنات جاریه آقای قزوینی هستند و از دیدگاه جناب آیت الله مکارم شیرازی جزء سیئات جاریه آقای قزوینی هستند که همچنان ادامه داره، که تمام اینها سبب شد که خودشون از شبکه در واقع اخراج بشه. هنوز ما حدود 1000 کلیپ داریم که پخش شده در شبکه جانب سالحق و از خود آقای قزوینی 100 چند تا کلیپ هست که داره پخش میشه و خدمت بزرگی کرد به اهل سنت. موارد کلیپ هایی که هنوز پخش نشده و در حال آماده شدن هست، اونا که جای خودشون داره. اون به جای خودش. اجازه بدید ازت ما حالا به هر حال کسی که اخراج شده و رفته دیگه زیاد وقت برنامه رو صرفش نکنیم. دنبال مرده ها دیگه، پشت سر مرده حرف زدن دیگه شاید مناسب نباشه. نبشه قبل کردن بیچاره دیگه حالا رفت و تلک امتون قد خلت و امتی بودن و سر صدایی کردن و رفتن. قبل از اون هم زیاد رفتن امثال فرعون و هامان. و اجازه بدید به موضوع خودمون بپردازیم. باب جدیدی که برای ما و بینندگان عزیز در نظر گرفتید ازتون. باب 33 کتاب توحید هست که این باب رو هم مانند دو باب قبلی شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه عنوانش رو فقط یک آیه گذاشتند. دو باب گذشته در مورد محبت با الله متعال و امیدوار بودن به رحمت الله متعال و باب قبل از این هم در مورد بیم داشتن از الله متعال بود که عرض کردیم که ایمان یک فرد مسلمان باید در میان خوف و رجا باشد. یک اندازی از الله متعال باید ترس داشته باشد که این ترس انگیزه بشود برای ترک منکرات و ترک گناهان، و به اندازه باید امیدوار رحمت الله متعال باشد که در واقع منجر به ناامیدی از رحمت الله متعال نشود. هم امیدوار رحمت باشد اما نه در حدی که مثلا اعمال رو نادیده بگیرد، و هم باید خوف داشته باشد از الله متعال اما نه در حدی که به صورت کلی از رحمت الله متعال ناامید بشود. این باب دیگری رو که در اینجا آوردن در واقع یک نتیجه هست از هر دو باب گذشته، که انسان در مسیر دینداری و دیانت باید راه اعتدال رو همیشه در نظر گرفته باشه و یک انسان معتدل و میانه‌ای باشه. افراط و تفریط حتی در عبادت و در دینداری هم از دیدگاه شریعت اسلامی یک امر ناپسند و نکوهش شده‌ای هست، بگونه ای که در روایات رسول الله صلی الله علیه وسلم و در سنت و سیرت ایشان ما موارد متعددی رو داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم جلوی انحرافاتی رو که در باب افراط یا تفرید بوده رسول الله صلی الله علیه وسلم اینها رو گرفتند، مانند چند نفری که رفتن در منزل رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسجو کردند از عبادت ایشون و بعد از این تصمیم گرفتند. یکی گفت که من ازدواج نمی کنم، کسی دیگر گفت که من هر روز رو روزه می گیرم، کسی گفت من شبها نمی خوابم، همش عبادت می کنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم بر روی منبر رفتند و گفتند که من هم مانند شما بنده از بندگان الله متعال هستم، از تمام شما بیشتر می ترسم، اما ازدواج جای خودش رو دارد، روزه جای خودش رو دارد. بعضی از روزها رو من روزه می گیرم، بعضی از روزها روزه نمی گیرم، ازدواج هم می کنم، شبها هم می خوابم و هم عبادت می کنم. پس بنابراین این راه اعتدال را حتی در باب عبادت هم انسان باید مد نظر داشته باشه. هر چیزی که از اعتدال و میان روی در واقع بدور باشه، چه جانب تفرید باشه چه جانب افراط باشه، هر دوتاشون از نظر دین اسلام در واقع نکوهش شده و انسان باید وسط باشه. همون
گونه که خود اسلام در میان امت‌ها و ملت‌های پیشین یک امت وسط هست و کذالک جعلناکم امة وسطا، یک امت وسط و عادل و میانه هست و اهل سنت و الجماعت در میان تمام فرقه هایی که به اسلام نسبت دارند باز هم راه اعتدال رو در مسیرشون هست پیش میگیرند، هم در باب اعتقاد و هم در باب عمل در واقع و هم در باب مسائل فقهی. این اعتدال رو الحمدلله اهل سنت و الجماعت کاملا تونستن حفظ بکنن. یکی از شاخص‌های اهل سنت است. این باب هم در واقع به این مطلب میپردازه انسان باید اعتدال داشته باشه، هم در بیم از الله متعال و هم در مورد امیدوار بودن به رحمت الله متعال. بیم از الله متعال نباید در حدی برسد که انسان ناامید از رحمت الله متعال باشد و همچنین امیدوار بودن به رحمت الله متعال نباید در حدی باشد که انسان از جنبه عمل سست بشود، عمل را ترک بکند و بگوید که الله غفور و رحیم هست، نیازی به عمل در واقع نیست، بلکه در میان این دو مورد باشد. انسان باید از الله متعال بترسد اما نه تا سرحدی که از رحمت الله متعال قطع امید بکند. باید امیدوار رحمت الله متعال باشد اما نه تا حدی که در عملش و در التزام به شریعت در واقع خللی واقع بشود. این باب را عنوان گذاشتن افامنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. باب 33 کتاب توحید شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله هست. افامنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. آیا اینان از مکر الهی غافل هستند؟ در ایمان هستند این افراد؟ آیا این مطمئن هستند که دامنگیرشون نمیشه این مکر الهی؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. هیچ کسی از مکر الهی در واقع در امان نمیماند مگر انسانهایی که اهل زیان و خسارت باشند. این آیه خود این اصطلاح مکر در واقع در زبان عربی اگر بخوایم ترجمه بکنیم به این معنی هست که در واقع گرفتن طرف یا حریف و گیر انداختن حریف از جایی که خودش نمیداند. یعنی دلالت بر یعنی کمال قدرت و کمال درایت و حکمت می کند که از جایی انسان حریف خودش را شکست بدهد و اون را گیر بیندازد که خودش اصلا باور نمی کرد و به صورت کلی متوجه هم نمی شد. این یکی از صفات تقابلی هست که برای الله متعال در واقع ذکر شده در آیات قرآن کریم که بیشتر در مقابل کافران در واقع وقتی که کافران مکر بکنند و در مقابل پاسخی که الله متعال به مکر اونها میدهد و که بر اساس حلم الله متعال هست و بر اساس درایت و حکمت الله متعال هست، در آیات قرآن کریم اینم در واقع به خود همون مکری که کافران دارن در واقع این رو تعبیر کردن. وگرنه اگر مکر رو به معنی فریب بگیریم، به معنی خیانت بگیریم که به هیچ عنوان الله متعال اهل فریب و اهل خیانت نیستن، حتی در مقابل با کافران به صورت تقابلی هم این جزء صفات الله متعال نیست. اما مکر در اینجا به معنی بهترین انتخاب، بهترین راه برای غلبه بر دشمن، به گونه‌ای که حتی خود دشمن هم در واقع متوجه و به اصطلاح این مورد رو متوجه نشده باشد. وقتی که در باب عقیده، در باب فقهی ما از این در واقع به اصطلاح بحث می‌کنیم در باب مکر یا امن بودن، ایمان بودن از مکر الهی، این رو میشد به این گونه در واقع انسان به تصویر بکشه که ایمان بودن از مکر الهی یعنی با انجام گناهان با توجه به اتکال بر رحمت الله متعال. یعنی این که انسانی با اتکال به رحمت الله، دلبسته به رحمت الله متعال، بی‌محابا از این طرف گناهی رو انجام بده.
انجام دادن یا ارتکاب گناهان به صورت بی‌محابا در واقع به امید رحمت الله متعال، این در واقع می شود مکر الله، که این انسان باید همیشه باید در این زمینه مواظب باشد که مبادا این که الله متعال ما را مجازات نکرده، به ما مهلتی رو داده که ما امید بستیم به رحمت الله متعال، این نباید سبب باشه که ما گناهان و نافرمانی زیادی رو انجام بدیم به امید این که ما در واقع به امیدوار رحمت الله متعال باشیم. امید داشتن به رحمت الله متعال باید انگیزه‌ای برای عمل باشد، نه انگیزه‌ای برای انجام گناه و معاصی که الله متعال از آن نهی فرموده. و آیه دیگری رو هم که در اینجا ذکر کردند، آیه دومی که در اینجا هست از سوره هجر است، الله متعال می‌فرماد قال و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون، که از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع اینجا ذکر شده که چه کسی از رحمت الله متعال ناامید می شود مگر انسان‌های گمراه. پس بنابراین ایمان بودن از مکر الهی، ایمان بودن از عذاب الله متعال، نادیده گرفتن هشدارهای الله متعال، نادیده گرفتن وعیدها و تخویفهای الهی هم نشانه خسران هست و ناامیدی از رحمت الله متعال هم نشانه ضلالت و گمراهی و هم نشانه خسران هست. از هر دو مورد انسان باید پرهیز بکند. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگوید که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل عن الكبائر، که ایشون از کبائر سوال شد که گناهان کبیره چه مواردی هستند. فقال الشرك بالله والیأس من روح الله والامن من مکر الله. فرمودند که بزرگترین گناهان کبیره یکی هست شرک به الله متعال، دومی هست ناامید بودن از رحمت الله متعال، سومی ایمان بودن از مکر و از عذاب الله متعال هست. تمامی این موارد جز مواردی هستند که انسان باید حتما هوشیار باشد و که دچار این گونه موارد نشود، هم شرک به الله متعال، هم ناامیدی از الله متعال، همان گونه که ایمان بودن از مکر و از عذاب و گرفت الله متعال یک گناه کبیره هست، ناامیدی از رحمت الله متعال هم یک گناه کبیره در واقع شمرده می شود. و روایت دیگری هست از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ذکر شده که موقوف هست، این از قول خود حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه است که ایشون فرمودند که اکبر الکبائر، بزرگترین گناهان کبیره، یعنی در میان گناهان کبیره بزرگترینشون از دیدگاه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه این موارد هستند: الاشراک بالله، شرک ورزیدن به الله متعال که علی الاطلاق بزرگترین ظلم و ستم و بزرگترین گناه شمرده می شوند، والامن من مکر الله، ایمان بودن از مکر الله و از عذاب و تهدیدها و هشدارهای الله متعال، والقنوط من رحمت الله، و ناامید بودن از رحمت الله متعال، والیأس من روح الله، و همچنین ناامید بودن از بخشش و رحمت الله متعال. پس بنابراین در این باب شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه دو مطلب را در اینجا ذکر می‌کنند. مطلب اولی همون امن از ایمان بودن از هشدارهای الله متعال، نادیده گرفتن هشدارها و تخویفها و وعیدهایی که الله متعال در مقابل انجام و ارتکاب گناهان مطرح کرده. این یکی از موارد هست که جزء گناهان کبیره در واقع شمرده می شود. بسیاری از علما این رو جزء گناهان کبیره شمردند. علامه امام ذهبی رحمت الله علیه این رو جزء گناهان کبیره شمرده و قبل از اونم علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه و بسیاری دیگر، حتی ابن حجر این رو جزء موارد گناهان کبیره شمردند که ایمان بودن و نادیده گرفتن هشدارهای الله متعال و ایمان بودن از گرفت و از عذاب الله متعال، و در مقابلش همچنین ناامیدی از رحمت الله متعال باز هم جزء گناهان کبیره هست که این دو مسئله در واقع با هم دیگر ربط دارند. در مورد به اصطلاح امن بودن و ایمان بودن از مکر الله متعال قبلا عرض کردم که بدین معنی هست که انسان مسلمان با توجه به امیدی که به الله متعال دارد، با توجه به رحمتی که از الله متعال سراغ دارد، جنبه دیگر را فراموش بکند، تنها جنبه رحمت الله متعال را ببیند و جنبه عذاب الله متعال را این رو در واقع نادیده بگیرد. هشدارهایی که الله متعال داده
داده در مورد گناهانی که انسان انجام میدهد و تخویف و وعیدهایی که الله متعال به گناهکاران داده انسان اینها را نادیده بگیرد. این در واقع یکی از گناهان کبیره هست که علامه ابن حجر رحمت الله علیه میگوید که الامن من مکر الله یتحقق بالاسترسال فی المعاصی. کسی به اصطلاح مرتکب امن از مکر الهی شده، هشدارهای الله متعال را نادیده گرفته که به امید رحمت الله یا به اتکال بر رحمت الله متعال گناهان بسیاری رو در واقع انجام میده. اون الله و پروردگاری که رحمان و رحیم هست در مقابلش عذاب شدیدی رو هم دارد و هر دو جنبه انسان باید به آنها در واقع توجه بکند. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه یک مقوله بسیار زیبایی رو در این زمینه دارند، میگویند که هر کسی که در باب دنیا الله متعال به او رزق و روزی فراوانی رو داده باشه، در روزیش وسعت فراوانی رو الله متعال داده باشه و نمیداند که این شاید یک نوع به اصطلاح استدراجی باشه از الله متعال که زمینه رو الله متعال فراهم کرده که انسان دچار، یعنی چه بسا که این مال سبب بشود که انسان دچار نافرمانی الله متعال باشد، میگن اگر کسی نفهمد که این عملش آیا در راستای انجام طاعات و ترک معاصی هست یا در راستای عمل بر معاصی هست، این انسان در واقع فریب خورده ای هست. این انسان مسلمان همیشه باید مواظب باشد، چه بسا این که الله متعال به ما مجالی بیشتری رو داده، رزق و روزی بیشتری رو داده، بدین معنی هست که الله متعال میخواد ما رو بیشتر امتحان بکند که آیا با وسعت بسلا و گستردگی مقام ما، جاه و منزلت ما، با گستردگی رزق و روزی ما، آیا دایره طاعات و عبادات ما گسترده تر می شود یا دایره معاصی و گناهان ما؟ هر انسان مسلمانی باید در این زمینه فکر بکند و نعمتهای الله متعال را باید در راستای اطاعت از الله متعال به کار بگیریم، نه در راستای معصیت الله متعال، که خود یک از موارد شکر بر نعمتهای الله متعال این است که نعمتی را که الله متعال به ما عنایت فرموده، این نعمتها را ما در واقع در راستای عبادت الله متعال به کار ببریم. اگر کسی دچار این مشکل شد، یعنی حضرت مولانا شما که فرمودید کسی خودش رو فقط یک بعد از رحمت و محبت الله متعال رو در نظر میگیره و بعد بحث گرفت و مؤاخذه و هشدارها رو در نظر نمیگیره، چه مشکلی ایجاد میکنه؟ ما خیلی ها میبینیم که میشنویم اینجوری میگن که من الله تعالی رو دوست دارم، من الله تعالی عشق می‌ورزم، محبت دارم بهش، من اصلا الله تعالی رو نه به خاطر بهشتش نه به خاطر دوزخش، به خاطر چیزا عبادت نمی‌کنم، به خاطر خودش عبادت می‌کنم. یا احیانا مثلا گفته میشه که من حالا دل باید پاک باشه. خیلی از موارد خود به خود بیان میشه. می‌بینیم همچین برداشت‌هایی رو ما داریم، متاسفانه بعضی جا خیلی جاها میشنویم که اینجوری مطرح میکنن، گویی طرف با چنان به هر حال قدرتی صحبت میکنه انگار که واقعا مطمئنه از محبت الله تعالی به خودش و از اینکه چون خودش در احساسی که در دل خودش نسبت به الله تعالی داره احساس میکنه این احساس انقدر پررنگ هست و زیبا هست که دیگه امکان نداره که الله تعالی او رو تنها بگذاره و عذاب بکنه. آیا مشکلی داره این احساس پررنگ بشه نسبت انسان وقتی که یعنی در شریعت اسلامی مبنای نجات و مبنای حتی صلاح و فساد در میان افراد به صورت تصور خود فرد یا باور خود فرد نیست، بلکه مبنایش عمل بر تعالیم اسلام هست. کسی که به صورت کامل عامل باشه بر تعالیم اسلامی، اوامر الهی رو انجام بدهد و از نواهی پرهیز بکند، این انسان در واقع شایسته رحمت الله متعال هست. اگر کسی موجبات رحمت الله متعال را نداشته باشه که همان ایمان و عمل صالح هست، دل بستن به رحمت الله متعال در واقع یک نوع به تعبیر حضرت علی رضی الله تعالی عنه نشانه بر این داره که این انسان ناکاملی هست از نظر عقلی، یک مشکلی در عقل اون انسان وجود داره که از اسباب به اصطلاح غضب الله متعال رو انجام میدهد، اسباب عذاب رو انجام میدهد، اسباب خشم و ناراحتی الله متعال رو فراهم کرده و از جنبه دیگر امیدوار رحمت الله متعال است. هم عذاب الله متعال و هم رحمت الله متعال هر دو اسبابی رو دارند و ما باید برای
برای رسیدن به رحمت الله متعال اسباب رحمت و موجبات رحمت را به کار بگیریم و برای نجات از عذاب الله متعال و وعیدهایی که الله متعال داده باید از محارم الهی و از گناهان و معاصی الهی باید ما پرهیز بکنیم تا اینکه لیاقت این رو داشته باشیم که الله متعال ما رو در واقع به رحمت خودش مورد رحمت و مغفرت قرار بده. و از نظر عملی هم به اصطلاح ایمن بودن از گرفت الله متعال و نادیده گرفتن هشدارها و وعیدهای الله متعال یک سری زیانهای دینی و معنوی و عقلی رو بر انسان در واقع دارد که نهایتش هم جز خسارت دنیوی و اخروی نیست. یکی از این به اصطلاح زیانها این هست که انسانی که ایمن هست و هشدارهای الله متعال را در واقع نادیده میگیرد، این یک انسان تبدیل به یک انسان غافلی می شود. کسی که بیچ عنوان توجه نمی کند به دستوراتی که الله متعال داده، هشدارهایی که الله متعال داده و این که الله متعال بیم داده بندگان رو از به اصطلاح عذاب خودش و از مجازات در روز قیامت. خود این بیم داشتن در واقع اونجوری که در جلسات گذشته عرض کردم، این خودش یک نوع عبادت هست، یک نوع تقرب به الله متعال هست. این گونه نیست که اگر انسانی ادعا بکند که من در واقع چون که به درجه بالایی رسیدم از الله متعال هیچ گونه ترس و هراسی رو ندارن، بلکه هرچند که انسان به مقام بالاتری برسد، علم و معرفتش به الله متعال بیشتر باشه، آشنایی بیشتری داشته باشد با الله متعال، در کنار این که امیدش به الله متعال بیشتر می شود، خوفش هم از الله متعال در واقع بیشتر خواهد شد. انما یخشی الله من عباده العلماء. هر کسی که داناتر و آگاهتر هست، آشنایی بیشتر و معرفت بیشتری از الله متعال دارد، قطعا معرفت صحیح و درست منجر به خشیت الله متعال می شود. یا حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم، این بحثی رو که شما اشاره کردید که بعضی میگن که ما به اندازه‌ای به اصطلاح دل ما پاک هست و به اصطلاح جایی برای یعنی امیدوار رحمت الله متعال باشند به اندازه‌ای که خشیت الله متعال را نداشته باشند، انسان هرچند که عارف باشه، صوفی باشه، به مقام ولایت برسد، از رسول الله صلی الله علیه و سلم فراتر نخواهد رفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که اما انی اتقاکم لله و اخشاکم له، که من از تمامی شما تقوای الله متعال رو بیشتر دارم، یعنی مواظب هستم که طاعات را به درستی انجام بدهم و از گناهان به درستی پرهیز بکنم. و اخشاکم، و از تمام شما بیشتر از الله متعال میترسم. کسانی که مثلا میگن که ما یعنی به خاطر ترس از جهنم یا به امید بهشت این کار رو انجام نمیدهیم، این در واقع خلاف دستور الله متعال است، خلاف آن چیزی است که الله متعال به ما دستور داده که باید بترسیم از به اصطلاح عذاب الله متعال. ایمان باید بر دو بال بیم و امید باشد، به همان اندازه که امیدوار رحمت الله متعال هستیم و باید دستورات الله متعال رو انجام بدهیم، باید به همان میزان هم باید از نواهی پرهیز بکنیم. پس بنابراین ایمان بودن از این که مبادا ما دچار گرفت و عذاب الله متعال باشیم، انسان را غافل می کند و انسان غافل از انجام طاعات و به اصطلاح جلب رضایت الله متعال غافل هست. این عملی را که موجب قرب الله متعال می شود، موجب جلب رضایت الله متعال می شود، در واقع غافل می شود و این غفلت به اندازه می رسد که هیچ گونه نصیحتی و وعظی بر اون در واقع اثر نمی کند. اون که در برخی از روایت اومده که نهایتاً به خاطر انجام مکرر گناهان قلب انسان به اندازه سیاه و تاریک می شود، مانند کوزه وارونه‌ای هست که هرچند که بر روی اون آب بریزیم داخلش نم بر نمی دارد، کالکوزه مجخیه. و انسان بر اثر گناه به اون در واقع منزلت میرسد و این یکی از آثار شوم نادیده گرفتن هشدارهای الله متعال هست.
و طبعا با توجه به این که قبلا هم عرض کردم که و در روایات هم اومده بود از حضرت عبدالله ابن عباس، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما که این در واقع یکی از گناهان هست، یعنی ایمن بودن از هشدارهای الهی، نادیده گرفتن وعیده های الهی، این در واقع یکی از گناهان کبیره هست و گناه کبیره نیاز به توبه دارد. اگر انسان توبه نکند این یک موردی خواهد بود که چه بسا که منجر به ورود به جهنم باشه. پس بنابراین ایمن بودن از مکر الهی و نادیده گرفتن تهدیدها و وعیدهای الله متعال یکی از اسباب دخول در آتش جهنم هست که انسان الله متعال همه من و شما را از آن نجات بدهد. و اون گونه که در خود آیات هم اشاره شده بود که الله متعال می‌فرماد فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، این ایمن بودن از مکر الله متعال در واقع دلیل بر خسارت و زیان هست. انسان‌هایی که از الله متعال نمی‌ترسند و بیمی از الله متعال ندارند و تهدیدها و وعیدهای الله متعال را بهش توجه نمی‌کنند، اینها در واقع انسان‌هایی هستند که دچار ضرر و زیان و خسارت شدند. و از تمامی این موارد، گرچه قبلا هم عرض کردم که خود این مورد در واقع منجر به انجام گناهان دیگری می شود، وقتی که انسان غافل بشود و از طاعت الله متعال دور می شود و به معاصی در واقع روی می آورد، خود این به اصطلاح ایمن بودن از وعیده های الله متعال و از مکر الله متعال خودش به عنوان یک گناه کبیره ای که مسبب گناهان دیگر می شود در واقع شمرده می شود. پس بنابراین این اهمیت بسیار زیادی رو دارد. گرچه قبلا هم عرض کردم که در باب ایمان انسان باید بر روی اعتدال باشد در تمامی موارد، هم در جانب خوف از الله متعال، هم در جانب امیدوار بودن به رحمت الله متعال. اما اگر از این مرحله فرا گذشت و این عدالت رو و این اعتدال رو در واقع نتونست رعایت بکند، قطعا دچار یکی از این دوتا خلل می شود، یا ناامیدی از رحمت الله متعال یا این که در واقع به امید رحمت الله متعال انسان دچار غفلت و دچار گناه بیشتری می شود. علی میتون همین ما شما امیدوارم عزیز و نجات بده از واقع شدن در این افراط و تفرید. اگر اجازه بدید میان برنامه میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود با ادامه بررسی این باب جدید و موضوع در امان دانستن خود از تهدیدهای الله متعال و یا نقطه مقابلش ناامید شدن از رحمت الله متعال. ان شاء الله موضوع رو ادامه خواهیم داد. بعد از یک میان برنامه همراه ما باشید. تلوح ومنهج يتألق درر هنا تبدو كشمس تشرق يهدي لنا بعد دوستان مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران همچنان با شما هستیم با ادامه بررسی موضوع این هفته برنامه امامان وهابی شیعه و موضوع ما هم بود فراموش کردن هشدارهای الهی و باب 33 از کتاب توحید شیخ محمد بن عبدالوهاب را حضرت مولانا آغاز کردن با این عنوان، با این آیه از سوره مبارکه اعراف که الله متعال فرمود افامنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. و همچنین آیه از سوره مبارکه هجر هم در آغاز این باب داشتیم که درباره نقطه مقابل این موضوع قرار داشت و اون هم ناامیدی از رحمت الله متعال. موضوع بحث این باب دو موضوع مقوله هست، یکی مغرور نشدن به بخشش الله متعال و موضوع دیگر ناامید نشدن از رحمت الله متعال. یعنی بین این دو انسان باید باشه، نه مغرور بشه به این که الله تعالی حتما منو میبخشه چون من رابطه خوبی باش دارم و از این طرف ناامید هم نشه که حتما الله متعال منو نمیبخشه، بلکه باید بین این دو انسان همیشه سیر بکنه.
نه خودش رو در امان بدانه از مؤاخذه و گرفت و هشدارهای الله متعال و نه خودش رو ناامید بدانه از رحمت و بخشش الله متعال. حضرت مولانا درباره بخش اول موضوع بحث هشدارهای الله متعال اشاره فرمودید به مراد از تعبیر مکر الله و آنچه که مصطلح هست و اینکه یک گناه کبیره هست و مراد ما اینجا وقتی میگه مکر الله تعالی یعنی گرفت الله تعالی، یعنی ضربه زدن از جایی که انسان هرگز فکرش رو نمیکنه. و موضوع دیگر فرمودید گناه کبیره است و ضررها و زیانهایی که برای انسان داره که مهمترینش این بود که انسان رو جری میکنه بر انجام گناهان و انسان رو غافل میکنه. درباره آیات و روایات در این باب یک آیه رو در باب مکر الله تعالی شیخ محمد بن عبدالوهاب در آغاز باب ذکر کرد. آیا آیات و روایات دیگری هم در این باب ما داریم که موضوع رو برای ما بیشتر شرح بده؟ در قرآن کریم حتی در همین آیه‌ای که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه در واقع ذکر کرده بودند قبل از این و آیات دیگری هم هستند که به این مطلب یعنی نادیده گرفتن هشدارهای الله متعال و ایمن بودن از گرفت الله متعال در واقع اشاره می کند که در سوره اعراف هست که الله متعال می فرماید افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون، یعنی این که در هر لحظه امکان دارد که الله متعال انسانهای خاطی و گناهکار را بر گناهانی که انجام دادند مجازات بکند و وعید الهی در واقع تحقق بیابد. و این آیه اشاره بر این دارد که انسان مسلمان در هیچ وقت نباید به اندازه ایمان باشد از الله متعال که این ایمان بودن از عذاب الله متعال انسان رو جری بکند برای انجام گناهان و معصیت ها. افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون، آیا اهل قرى مردم ایمان هستند از این که عذاب ما شبانه هنگامی که اونها در خواب هستند در واقع عذاب ما نازل بشود؟ پس بنابراین اگر ایمان نیستند باید راهکاری ایجاد بکنند، توبه بکنند، استغفار بکنند و بر مواردی که الله متعال دستور داده که انجام بدهید اون موارد رو انجام بدهند و از گناهانی که به عنوان گناه و معصیت مطرح شده انسان باید اجتناب بکنند. او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحی و هم یلعبون، آیا ایمان هستند از این که بأس ما، عذاب ما، گرفت ما در روز روشن هنگامی که اونها مشغول کاروبار زندگی خودشون هستند، مشغول لهو و لعب و بازی خودشون هستند، آیا ایمان هستند از این که در این زمان هم عذاب الله متعال بر اونها نازل بشود؟ این هر لحظه امکان دارد، چه شب باشد یا روز باشد، امکان دارد که عذاب الله متعال بر گناهکاران و کافران در واقع نازل بشود. در ادامهش همین مطلبی هست و که شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه در اون با صورت عنوان باب اینو ذکر کردن افامنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، هیچ کسی از مکر و از گرفت الله متعال در واقع در امان نیست و خود را ایمان نمی‌داند مگر کسانی که انسان‌های زیانکار و خسارت دیده‌ای باشند. پس بنابراین انسانی که از خسارت دور هست، اهل ایمان هست، اهل خسران نیست بلکه اهل نعمت الله متعال هست، اهل فایده هست و اهل و برنده هست در واقع که برنده رحمت الله متعال هست، اون کسانی هستند که از گرفت الله متعال ایمان نمیدونند، خودشون رو هر لحظه خودشون رو مستحق این میدونند که چه بسا که الله متعال ما را به خاطر گناهانی که انجام دادیم مجازات بفرماید. یا اینکه الله متعال میفرماید افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض، آیا اونهایی که اهل سیئات هستند، ترفندهایی رو به کار بردن، مکری رو به کار میبرند برای انجام سیئات، آیا آنها ایمان هستند از این که الله متعال اونها رو در زمین فرو نورد؟ او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، یا از جای الله متعال در واقع اونها رو ضربه بزند یا اونها رو عذاب کند که خودشون هم یعنی گمان نمی کنند که از این جهت بر اونها عذابی در واقع نازل بشود. آیات
البته روایات در این زمینه متعدد هست که انسان مسلمان را همیشه تذکر میدهد بر این که انسان همیشه باید مواظب باشد که مبادا آنچه را که الله متعال به عنوان وعید مطرح کرده، به عنوان هشدار هست، مبادا آن موارد را الله متعال عملی بکند. و هرچند که انسان بیشتر تقوا داشته باشد، بیشتر استغفار بکند از الله متعال، بیشتر توبه بکند و بیشتر در راستای انجام طاعات و عبادات کوشا باشد، از عذاب الله متعال به همان اندازه در واقع دورتر هست. و یکی از مواردی که در کلام حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ذکر شده بسیار جالب و زیبا هست که انسان مسلمان نباید گناه خودش را، ولو اینکه گناه کمی باشد، این گناه را نباید انسان کم ببیند. خود این کم دیدن و نادیدن به اصطلاح گناه، این سبب این می شود که انسان از هشدارهای الله متعال و از وعیدهای الله متعال غافل باشد. برخی از عرفا گفتند که شما در هنگامی که مرتکب گناه هستید نباید نظر شما بر کوچک بودن و حقیر بودن این گناه باشد، بلکه باید در این فکر باشی که با این گناه کوچک در واقع شما چه ذات عظیم و با عظمتی رو در واقع نافرمانی کردید. گناه گرچه کوچک هست، اما شما با این گناه یک ذات بسیار عظیمی رو در واقع نافرمانی کردید. و هرچند که انسان گناه را کوچک ببیند، نزد الله متعال بزرگتر هست. هرچند که انسان گناه را بزرگتر بپندارد، در نزد الله متعال خفیفتر است و سبکتر است، زیرا که کوچک شمردن به اصطلاح گناه نشانه نادیدن و نادیده گرفتن هشدارهای الله متعال هست و بزرگ دیدن گناه نشانه خوف از الله متعال هست. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه میگوید که ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیه. انسان مسلمان و مؤمن گناهان خودش را به اندازه یک کوهی یعنی تصور می کند و می شناسد، یک صخره سنگ بسیار بزرگی که بر بالای کوهی هست و هر لحظه امکان دارد که بغلطد و انسان را در واقع زیر بگیرد. انسان مسلمان گناهش را این گونه می بیند و انسانی که فاجر هست و انسانی که منافق هست، یرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا، مانند پشه یا مگسی هست که بر روی انسان میشیند و با تکان دادن دستی اون در واقع پرواز میکند و میرود. انسان فاجر و انسان منافق، انسانی که هشدارهای الله متعال را نادیده گرفته باشد، حتی گناهان بزرگ را این اندازه سبک میشمارد مانندی که مگسی بر بدنش نشسته باشد و با تکان دادن دستی در واقع اون را از خودش دور میکند. بلکه انسان مسلمان باید با این که گناه بسیار کوچکی رو انجام داده باشه، اما خود این معصیت هست و معصیت با توجه به عظمت الله متعال، هرچند که انسان این معصیت رو نادیده بگیرد یا کم بپندارد، این در برابر الله متعال و در میزان این در واقع سنگین‌تر می شود. حضرت علی رضی الله تعالی عنه یک نقطه بسیار جالب و حکیمانه ای رو دارد در مورد علما را وقتی که تعریف می کند که عالم واقعی چه کسی هست، میگوید که انما العالم الذی لا یقنط الناس من رحمت الله. عالم کسی هست که مردم را از رحمت الله متعال ناامید نمی کند. یعنی احیانا دیدیم که بعضی از به اصطلاح واعظان به اندازه عذاب الله متعال را به گونه‌ای جلوه میدهند که گویا هیچ گونه راه نجاتی از اون نیست و یعنی فراگیر هست، به گونه‌ای که کسی نمیتواند از آن نجات پیدا بکند و خب قطعا یعنی بزرگ کردن این مورد در مقابل رحمت الله متعال چه بسا که بسیاری از انسانها را ناامید بکند. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میگوید که عالم واقعی کسی هست که مردم را از رحمت الله متعال ناامید نکند، ولا یؤمنهم من مکر الله، و در طرف دیگر هم بگونه نباشد که مردم را بگونه بار بیاورد که هشدارهای الله متعال را نادیده بگیرند،
به اندازی از رحمت الله برای مردم تعریف بکند که در واقع انسان بی‌محابا گناه انجام بدهد، بلکه ایمان باید در میان بیم و امید باشد. به همان اندازه که امیدوار رحمت الله متعال هستیم، به همان اندازه انسان باید از گناهانی که انجام داده باید بترسد. حسن بصری رحمت الله علیه میگوید که انسان مسلمان همیشه طاعات و عبادات را انجام میدهد، اما با وجود آن ترس دارد از الله متعال. یعنی انسان‌های پرهیزگار و نیکوکار در عین نیکوکاری و در عین پرهیزگاری از الله متعال میترسند و از تخویف الهی و از تهدیدها و هشدارهای الهی کاملا در نظرشون هست. و انسانی که فاجر هست معاصی رو انجام میدهد، گناهان رو انجام میدهد، اما عین خیالش هم نیست، در واقع خودش رو ایمن میداند. انسان‌های مؤمن و مطیع و پرهیزگار با وجود این که مطیع هستند، ملتزم هستند، خود را از رحمت الله و سزاوار رحمت الله متعال میدانند و از عذاب الله متعال میترسند. و انسان‌های فاجر با این که اسباب به اصطلاح عذاب رو انجام میدهند، گناه انجام میدهند، اما باز هم خودشون رو در واقع ایمن میدونند و که قبلا هم عرض کردم که این سبب میشود که انسان در واقع به روی بیاورد به طرف گناهان. هرچند که انسان گناه را کمتر ببیند و نادیده بگیرد، این سبب غفلت می شود و نهایتا انسان مسلمان در واقع جری می شود به انجام دادن گناهان و انسان مسلمان باید حتی از این گناهان کوچک هم باید پرهیز بکند تا اینکه منجر به غفلت انسان نشود. انشاءالله. حضرت مولانا بعد دیگر رو هم اگر، چون وقت برنامه رو پایان هست، موضوع بحث ناامید شدن که آیات هم اشاره شد، از یک طرف که به هر حال آیات و روایات و اقوالی رو که شما اشاره فرمودید از سلف صالح امت که نباید انسان مغرور بشه، من جمله در کلام سیدنا علی رضی الله عنه موضوع هم داشتیم که نباید انسان هم واعظ نباید طوری باشه که مردم رو ناامید هم بکنه. درباره آنچه که در قرآن کریم به نام قنوط با تا به اصطلاح استفاده میشه یا ناامیدی از رحمت الله متعال، در این باب اگر برای ما بینندگان عزیز مقداری توضیح بفرمایید. این هم یکی از موارد دیگر هست از گناهان کبیره هست که الله متعال میفرماید و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون، کسی از رحمت الله متعال ناامید نمی شود مگر انسانهایی که گمراه باشند. و در کلام حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که والیأس من روح الله، ناامیدی از رحمت الله متعال، در واقع این رو جزء گناهان کبیره شمرده بود. هم حضرت عبدالله ابن عباس و هم ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما. و تعبیر جالبی که در این آیه هجر هست این است که الله متعال میفرماد و من یقنط من رحمت ربه الا الضالون. این بحث قنوط هست با تا. قنوط به معنی همان یأس، به معنی یأس و ناامیدی هست، منتها یک مرحله فراتری هست. یعنی از خود یأس و ناامیدی وقتی که بخوایم بگیم که ناامیدی به اوج خودش رسیده باشه، اون همان مرحله قنوط هست، یعنی آخرین درجه ناامیدی از رحمت الله متعال که عرض کردم به همان گونه که ایمن بودن از گرفت الله متعال، نادیده گرفتن هشدارهای الله متعال یک گناه کبیره هست، نادیده گرفتن رحمت الله متعال و ناامید شدن از رحمت الله متعال این هم خودش در واقع یک گناه در واقع کبیره شمرده می شود. به این خاطر است که در آیات و روایات در این زمینه می بینیم که الله متعال ما رو از ناامید شدن از رحمت خودش در واقع برحذر داشته. هم در آیات هست و هم در روایات هست. قول حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه که گفته بودند که کبایری که شرک به الله متعال هست و الامن من مکر الله و القنوط من رحمت الله، هم امن و ایمن بودن از مکر الله متعال و از گرفت و عذاب الله متعال و هم این که ناامیدی از رحمت الله متعال، هر دو تاشون در واقع جزء گناهان کبیره هستند و انسان باید پرهیز بکند از این مورد. یعنی به هیچ عنوان انسان نباید که عذاب الهی را یا بحث ویژگی های جهنم را یا تهدید و وعیده هایی را که از جانب الله و رسول در مقابل و به خاطر برخی از گناهان صادر شده اینها سبب بشوند که انسان به صورت کلی از رحمت الله متعال ناامید بشود، بلکه در حد معمولی این گونه موارد باید انگیزه‌ای باشند برای پرهیز از معاصی و از گناهانی که انسان انجام میده، نه این که سبب بشود که انسان از رحمت الله متعال در واقع ناامید باشد.
چه مواردی حضرت مولانا بیشتر سبب میشه تا انسان به این درجه برسه، درجه قنوت؟ با توجه به این که هر انسانی در واقع در این مورد یعنی متفاوت هستند انسانها و خود این تفاوت در درجات قنوت و ناامیدی از رحمت الله متعال و تفاوت انسانها در این زمینه دال بر این هست که این قضیه آثار متعدد و متفاوتی رو در واقع داره، اسباب متعددی رو داره. یعنی ناامیدی از رحمت الله متعال در همه انسانها یکسان نیست، بلکه اسباب و ابزار متعددی رو داره. یکی از مهمترین اسبابی که در این زمینه وجود دارد عدم آشنایی با الله متعال و صفات الله متعال هست. عدم شناخت الله متعال و نامها و صفات الله متعال که دلالت بر کمال الله متعال دارند. عدم آشنایی با این صفات در واقع انسان را چه بسا که یکی انگیزه‌ای باشد، سببی باشد برای ناامیدی از رحمت الله متعال. مانند مثلا اینکه الله متعال که از صفاتش رحمان هست، رحیم هست، رؤوف هست. الله متعال کرم داره، کریم هست. احسان الله متعال و فضل الله متعال و صفاتی رو که دلالت بر رحمت و مغفرت و بخشش میکنند. انسانی که این گونه صفات رو از الله متعال بشناسد، مطالعه بکند، معنی نامه ها و صفات الله متعال رو، قطعا امیدوار میشود به رحمت الله متعال. اما کسی که پروردگارش رو نمیشناسد و این تعدد صفات الله متعال و تعدد نامه های الله متعال، این نشانه جلال الله متعال، نشانه کمال الله متعال در واقع است که با هر نامی از این نامه ها و هر صفاتی از این صفات ها ما یک گوشه‌ای در واقع از ذات الله متعال رو و از ویژگی های الله متعال رو پی میبریم و معرفت و شناخت ما به الله متعال بیشتر میشود. یکی از اسباب ناامیدی از رحمت الله متعال عدم شناخت الله متعال هست، یا به تعبیر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه یعنی بد معرفی کردن الله متعال. در جامعه‌ای که همه مردم، همه وعاظ فقط از جانب جهنم صحبت میکنند و از عذاب الله متعال صحبت میکنند و از وعیدها و تهدیدها صحبت میکنند و از رحمت الله و از مغفرت الله متعال، از لطف الله و رؤوف بودن الله و فضل و کرم الله متعال خبری نیست، قطعا این خودش احساس ایجاد می شود و یکی از اسباب قرار می گیره. و یکی دیگر از اسباب غلو و افراد هست در بیم داشتن از الله متعال. من گونه که من قبلا هم عرض کردم و در باب قبلی هم این مورد را ذکر کرد شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه آورد که انسان باید هم در باب امید و هم در باب ترس از الله متعال باید معتدل باشه، در حد میانه‌ای باشه و به هیچ عنوان نباید اجازه بدهد که خوف از الله متعال در قلبش به اندازه‌ای برسد که انسان را به صورت کلی ناامید بکند از رحمت الله متعال، بلکه در کنار این که خوف از الله متعال را و ایده‌های الله متعال را، جهنم را مد نظرش هست، در کنار آن بهشت را هم تصور بکند، رحمت‌های الله متعال را هم تصور بکند، مطالعه بکند تا اینکه یک نوع اعتدالی در این زمینه در واقع ایجاد بشود. و یکی دیگر از اسباب میتونه این باشه که انسان معمولا از خود رفقایی که داره چه بسا که بر انسان تأثیر بسیار زیادی رو داشته باشند، کسانی که مبتلا هستند به ناامیدی از الله متعال، ناامیدی به تمام معنیش، ناامید هستند از انسانها، ناامید هستند از الله متعال، ناامید هستند از رحمت الله، از فرج، از رزق و روزی، از تمام موارد ناامید هستند. فقط در زندگی جنبه تلخ رو میبینند، جنبه تاریکی ها و منفی باف هستند و همراهی با این گونه افراد قطعا انسان رو دلسرد می کند و سبب می شود که انسان به صورت بیشتری در واقع ناامید باشد از رحمت الله متعال. و برخی از انسان ها هم به خاطر اینکه صبر کمی رو دارند و تحمل مثلا اندکی رو دارند و انسان های شتاب زده ای هستند، زودتر میخواهند که به نتیجه برسند. اگر زود نتیجه نگرفتن و به آسانی و به راحتی نتیجه نگرفتن، به صورت کلی ناامید میشوند. در مسیر زندگی و در مسیر عبادت هر یک نتایجی هم که ما میخوایم بگیریم، در واقع اینها وابسته به یک ابزاری هست، یک ابزار کاری رو داره، یک قانون طبیعی و فطری و شرعی رو داره که این مراحل رو باید طی بکنه. اسباب کار باید کاملا فراهم باشن تا اینکه ما به یک نتیجه برسیم. برخی از مردم اگر نتیجه ای رو نگرفتن در یک قضیه، به صورت خیلی زود در واقع ناامید میشوند از گرفتن نتیجه.
و همچنین گاهی وقت انسان با توجه به این که زیاد به دنیا در واقع دل بسته و نمیخواهد که دنیا رو در واقع ترک بکند و فکر میکند که من در همین دنیا به بهشت خودم رسیدم و در آخرت هم شاید من بهره رو ندارم. خود این محبت بیش از حد دنیا، امیدوار بودن به دنیا و سعادت رو در ابزار و وسایل زندگی دیدن، این خودش هم یک سببی هست از اسباب این که در واقع انسان از به اصطلاح ضرر و زیان دنیوی ناراحت بشه و از بین رفتن مال دنیا ناراحت بشه و در مقابلش فکر میکند که هر چی بوده الله متعال به من در همین دنیا داده و در آخرت دیگه چیزی من سهمی رو ندارم. تمام این انگیزه ها در واقع سبب می شود که انسان رو از الله متعال ناامید بگرداند. ان شاء الله که هیچ کدوم ما بینندگان عزیز از این گروه نباشیم که از رحمت الله متعال ناامید بشیم در زندگیمون. ما حضرت مولانا 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه، اگر مطلبی باز باقی مانده در خدمت شما است. در مورد به اصطلاح یعنی مظاهر و آثار ناامیدی از رحمت الله متعال که در زندگی انسان به صورت یعنی متفاوت و در جنبه‌های متعددی از زندگی انسان در واقع نمایان می شود. یکی از یعنی بزرگترین صورت‌های قنوط و ناامیدی و خطرناکترینشون هم ناامید بودن از رحمت الله متعال هست، به گونه‌ای که انسان در واقع تصور بکند که من در واقع الان فرصت از دست من رفته، دیگه من نمیتونم برای خودم کاری بکنم، عمرم به پایان رسیده، گناهان بسیار زیادی رو انجام دادم، دیگه فرصتی برای اصلاح باقی نمونده، من دیگه هر کاری هم که بکنم در واقع به جایی نمیرسم. این هم خودش در واقع یک نوع گمان باطل هست و نشانه عدم آشنایی با الله متعال است. الله متعال یک عمر زندگی سیاه با تباهی و گناه را به خاطر یک لفظ توبه که شما توبه بکنید و باز بگردید به الله متعال، به خاطر 2 رکعت نماز الله متعال انسان رو در واقع میبخشه و نمونه های بسیار متعددی رو ما داریم که حتی الله متعال یک زن بدکاره رو صرفاً به خاطر این که یک سگی رو در واقع آب داده بود تمام گذشتهش رو نادیده گرفت و بخشید. ما نمیدونیم چه بسا که یک کار بسیار ریز و کوچیک، یک کار نیکی که ما انجام میدیم این سبب بشود که تمام گذشته تاریک ما رو الله متعال در واقع نادیده بگیرد. الله متعال حتی انسانهایی رو که در معرض ناامیدی هستند یا به تعبیری که قبلا عرض کردم که اسباب به اصطلاح ناامیدی رو دارند که یعنی گناهان بسیار زیادی رو انجام دادند و فکر میکنند که عمرشون الان به آخر رسیده، هر گناهی رو که تصور بکنیم میگن که ما انجام دادیم، حتی الله متعال اینها رو مورد خطاب قرار داده که شمایی که در معرض ناامیدی از رحمت الله متعال هستید به خاطر گناهان بسیار زیادی که انجام دادید، بازم شما هم حق ندارید که از رحمت الله متعال ناامید بشوید، زیرا که رحمت الله متعال فراتر از تمام گناهان شما و تمام گناهان تمامی انس و جن در واقع هستند. الله متعال میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگان من، ای آن دسته از انسانها و مسلمانهایی که شما بر خودتون اسراف کردید، یعنی در انجام گناه و معصیت زیاده روی کردید. نه تنها این که انسان گناهکار هست بلکه در گناه هم زیاده روی کرده. حتی الله متعال این گونه افراد را که اسباب ناامیدی زیاد را دارند و احتمال دارد که ناامید بشوند از رحمت الله متعال، الله متعال میفرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله متعال مبادا به خاطر گناهانی که انجام دادی از رحمت الله متعال ناامید بشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، همانا الله متعال تمامی گناهان را میبخشد. با توبه کردن الله متعال تمام گناهان را بلا استثناء حتی اکبر الکبائر گناه شرک رو هم میبخشد. بعد از گناه شرک اگر انسان توبه نکند، گناهان دیگر غیر از شرک ولو این که انسان توبه نکند بازم اینها در دایره مغفرت الله متعال هستند. اما یک از مکفرات خود توبه هست که انسان باید توبه بکند و الله متعال میفرماید انه هو الغفور الرحیم، الله متعال بخشنده و مهربان هست و قطعا گناهان شما رو در واقع میبخشد و همه بنا رو تبدیل میکنه به نیکی و تمام گناهانی رو که انسان انجام داده و احیانا فکر میکند که من
این گناهان رو انجام دادم، شاید سبب مثلا ناامیدی انسان بشود و الان فرصتی نمانده باشه که من جبران بکنم، الله متعال تمام گناهان گذشتهشون رو بنابر قول برخی از مفسرین این همین گناهانی رو قبلا انجام داده تبدیل به نیکی میشن و به عنوان نیکی برایش محاسبه میشوند. و یک روایت جالبی از حضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنه که امام بخاری رحمت الله علیه ذکرش کرده در مورد رحمت الله متعال که میگه الله متعال روزی که رحمت رو آفرید این رو تقسیم به 100 قسمت کرد، تقسیم بر 100ش کرد و 99 قسمتش رو پیش خودش نگه داشت. یعنی برای این که در روز قیامت بندگان خودش رو مورد رحمت خودش در واقع قرار بدهد و فقط یک جزءش یعنی 1/100 رحمت الله متعال که اصل رحمت رو که الله متعال آفریده اینو در میان تمام مخلوقات از ابتدا تا انتهای مثلا دنیا اینو تقسیم کرده. یعنی تمام مواردی رو که ما میبینیم در دنیا که نشانه رحمت هست، تمام انسانها رو که جمع بکنیم رحمت و دلسوزی تمام انسانها رو در طول تاریخ و تمام جنها و همه رو اگر ما جمع بکنیم اینها در واقع به 1% رحمت الله متعال در واقع نمیرسن. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جمله بسیار جالبی رو در اینجا دارند، میفرماد که فلا يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. اگر حتی انسان کافر عظمت رحمت الله متعال را در نظر بگیرد و درکش بکند از جنت و از بهشت الله متعال ناامید نیست. با اینکه الله متعال اعلام کرده که من مشرک را بدون توبه نمیبخشم، اما با این وجود اگر مشرکان و کافران بدانند که الله متعال به چه اندازه غفور و رحیم است، باز هم از بهشت الهی در واقع ناامید نمیشوند. و در مقابلش هم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر مؤمن بداند که نزد الله متعال چه عذاب عظیمی وجود دارد، در واقع امیدوار بهشت هم نمیگردد. همون عرضی که قبلا عرض کردم که ایمان باید در میان خوف و رجا باشه. به همان اندازه که از الله متعال میترسیم باید به همان اندازه بر الله متعال باید در واقع امیدوار باشیم. و قبلا هم در جلسه قبلی عرض کردم که در هنگام صحت و عافیت باید خوف ما از الله متعال بیشتر باشد و در هنگام جوانی باید خوف ما بیشتر باشد تا اینکه انگیزه برای عمل بیشتر پیدا بکنیم. در هنگام بیماری و در آخر عمر باید امید ما به رحمت الله متعال بیشتر باشد که مبادا این منجر به ناامیدی از رحمت الله متعال بشه. ان شاء الله که هیچکدوم ما ناامید نباشیم از رحمت الله متعال و مغرور هم نشیم بر رحمت و بخشش الله متعال. حد اعتدال بین ترس و بین امید از الله متعال رو داشته باشیم. تشکر میکنم ازت مولانا از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتین. صحبت پایانیتون رو میشنویم. و رحمت الله متعال رو این یک موجوده‌ای رو در واقع بدم به خودم و به تمام عزیزان، این که رحمت الله متعال در معرض و در دسترس تمام انسان‌های مسلمان در واقع قرار دارد و بسیار ساده هست که انسان تمامی گناهانی رو که انجام داده که سبب می‌شود که انسان رو ناامید بکنند از رحمت الله متعال، الله متعال برای تمامی گناهان یک سری کفاراتی رو قرار دادند که این آثار گناه رو به صورت کلی در واقع از بین میبرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روایتی که متفق علیه هست میگویند که من قال سبحان الله و بحمده، من قال سبحان الله و بحمده، همین سبحان الله و بحمده هر کسی که روزانه 100 مرتبه این رو تکرار بکند، هر کسی که در هر روزی جز اذکار روزانه‌اش این باشه که سبحان الله و بحمده روزانه 100 مرتبه این رو بگوید که الله متعال تمامی گناهانش رو ولو اینکه به اندازه کف دریاها هم زیاد باشند الله متعال گناهانش رو میبخشد. از بنابراین به خاطر گناهی که انسان انجام داده شما بیا توبه بکن، امیدوار رحمت الله متعال باش و این اذکار را اوراد را عملا انجام بده. گذشته را الله متعال فراموش میکند و وقتی که توبه کردی گناهان گذشته معاف شد و قلبت صاف شد، خود به خود انشاءالله توفیق عمل صالح رو الله متعال به همه ما شما انشاءالله عنایت خواهد کرد. انشاءالله که ما از جمله کسانی باشیم که الله تعالی تمام گناهان ما رو بخشش و رحمت خودش قرار بده. تشکر میکنم ازت مولانا، از حضور شما در استودیو. همچنین تشکر میکنم از همه شما خوبان و صبران که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. از الله متعال میخوایم که برای ما و شما توفیق بده تا بتونیم که در بین ترس و امید از الله متعال آنگونه‌ای که شایسته است عبادت رو انجام بدیم و حسن خاتمه نصیب ما بکنه. از الله متعال برای همه گذشتگانمون هم بخشش، رحمت و مغفرت رو خواهانیم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله رو نگهدارش.